من نمیخواهم بحثم رو طولانی کنم، اما قبل از این که 2-3 تا مطلب رو خدمتتون عرض کنم، باید برای ثبت در تاریخ، برای ثبت در عظمت‌های مردم لرستان و خرم‌آباد یک سوال بکنم از شما. به من گفتند ساعت‌ها شما در اینجا حضور دارید، از ساعت 10، ساعت 9، ساعت 8، پس ساعت چند؟ الان ساعت چنده؟ 12:30. پس لابد خسته شدید. خسته نشدید؟ مطمئن باشم میخوام حالا جواب بدید همه دنیا بشنود. پس کی خسته است؟ کی خسته است؟ برای سلامتی و عزت روزافزون خودتون صلوات بر محمد و آل محمد. میخوام 3 تا مطلب رو عرض کنم.